گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین المللی و ختم جنگ در افغانستان به معنای تأمین امنیت مردم این کشور نیست. این نکته در یک میز مدور رادیوی آزادی مورد بررسی قرار گرفت که در آن لیزا کورتیس رئیس اجرایی رادیوی آزادی، گنرال هربرت مکماستر مشاور سابق امنیت ملی حکومت آمریکا، شکریه بورگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و احمد خالد مجیدیار کارشناس منطقه شرکت کردند. همکارم کیومر سیاتو این میز مدور را دید و برای ما و شما خلاصه کرد. پیش از برنامه اول از او خواستم درباره نکته‌های اصلی این نشست بگوید. بله خیرامان، در میز مدور گفته شد که افغانستان همچنان در یک چهارراهی حساس قرار دارد. زنان از جامعه کنار زده شدند، مطبوعات زیر فشار مانده و فعالیت جامعه مدنی سخت محدود گشته است. شکریه بورگزای با رد ادعای مقامات طالبان که میگویند به افغانستان جنگ زده ثبات و امنیت آوردن گفت امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. اگر یک دختر به مکتب و زن به کار رفته نتواند یا آزادانه رفت و آمد نکند، روزنامه‌نگار سخن نگوید و حقیقت را انعکاس کرده نتواند و مردم در تعیین سرنوشت آینده کشور خود سهم نداشته باشند، این امنیتی واقعی نیست. طالبان سال 2021 هنگامی به قدرت رسیدن وعده داده بودند که حقوق و آزادی‌های مردم را در افغانستان نگه می‌دارند، اما به وعده‌های خود وفا نکردند و برعکس به سرکوب گروه‌های گوناگون آغاز کردند. طالبان زنان را از حیات جمعیتی دور کردند و آنها را از حق پوشیدن لباس خواستشان، از حق آزادی رفته و هم کار و تحصیل محروم کردند. در 3 سال اخیر پس از منع تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم، یک دختر هم دانشگاه‌های افغانستان را ختم نکرده است. نشانه دیگری از بدتر شدن وضع این است که طالبان آخر ماه می قانون نوی را قبول کردند که ازدواج با دختران 9 ساله را قانونی می‌گرداند. هربرت مکماستر گنرال بازنشسته در دوره اول ریاست دونالد ترامپ میگوید که برای نگاه داشتن فشار بالای طالبان، جامعه جهانی باید اعتراف کند که این گروه یک سازمان تروریستی فراملی و وصل شده به القاعده می باشد و سازمان استخبارات نظامی پاکستان آنها را مسلح و مجهز می کند. در همین حال نبود نظام مناسب حکومتداری و ناامنی اقتصادی نگرانی ها را در مورد آن که افغانستان باز به مرکز ناامنی و جنگ منطقوی تبدیل یابد بیشتر کرده است. در میز گرد در این باره چه گفتند کیومرس؟ بله خیرامان، طالبان تا حالا تمام نهادهای دموکراتیک و مشورتی را در افغانستان از بین